السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 10. محور قلب. آشیان گر می‌گذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفا و عهد بی پایان گذار. میرزا ترسونزاده. آغاز. آره، محور قلب ایمان است. از این رو در هر قدمی که میگذاریم، هر سخنی که میگوییم و هر عملی را اجرا میکنیم باید عدالت را در محور قلب خویش قرار بدهیم. عدالت این است که راهبران نیز در راغون نقش کلیدی دارد. باز یک عدالت پیشارو برمیخیزد. وظیفه دولتی ابدی نیست، نوبتی است. از این رو چنین عقیده است که درباره راهبران نوشتن خطرناک است. امروز هستند پگاه نه، یعنی امروز زین سوار فردا زین بپوش. آره، این نیز حقیقت است و هرگاه درباره راهبران فکر میکنم به خاطرم حکمت معروف مولانا جامی میرسد: بایدت منصبی بلند بکوش تا به فضل و هنر کنی پیوند. نه به منصب بود بلندی مرد، بلکه منصب شود به مرد بلند. بله، قدر راهبر در ترازوی همت اوست. به قول جو کشته گندم نستاند. از این رو حقیقت به انسان چون راهنما به نابینا لازم است. از مکسیم گورکی. و بیشک حقیقت همان وقت حقیقت است که به منفعت مردم باشد. از گیاته. آره، تنها به منفعت مردم. حسن زندگی. حقیقت بی‌بحث است که زندگی پر از برخورد و تضاد می باشد و نباید معنی آن را تنها در زنده بودن و خوردن و پوشیدن و پیش پا نگریسته رفتن دانست. با سعی و کوشش گلخن غیرت و جسارت را باید افروخت. یا کوهی بلند یا شهر عظیم. عینی حقیقت است که راغون هم این را دارد و هم آن را. شاید شما عصبی شوید که چرا اینقدر راغون میگوییم. اولا حقیقت با اوست، ثانیاً نیرومند و تواناست. قدرت حقیقت را احترام نکردن خوب نیست، شاید گناه هم باشد. از این رو چون احساس میکنم که به دیدار راغون خماری میشوم، تنهایی هجوم می آرد و زولانه می زند. راحت از دست رفته خواب با بیداری در می آمیزد. دیگر نه کتاب به درد می خورد، نه صحبت شیرینی نبیره ها، نه رادیو و تلویزیون. دنیای راغون زولانه را می شکند، آسایش می بخشد و ذوق عالم را در وجودم به غلغله می آرد. عروس سال مرا به بال الهام شناند و تحریک به سفر کرد. این سفر که در عرفه عید غلبه وقتی گل سیب به وقوع پیوست، فرح بخش و نهایت مراخ‌انگیز بود. اوج بهاران در راغون حکم می‌راند. آسمان
با وسعت و کبکبود بود و جا جا ابرهای سبسفیدی ملایم نظر ربایی می کردند. هوا گرم و نرم، آفتابی، چهچهی مرغان خوشخوان به گوش می رسد. قصه کوتاه، اطراف و اکناف همه در نظرم زیبا بود و بوی خوشی می آمد. در دلم آرزوی را می پروریدم که با دیرکتوری گنرالی جمعیت سهامی راغون گسترای خیرالله اسایف واخورم. وی به این وظیفه 21 ینوری سال 2010 تعیین گردید. این تعیینات سر و سودای بسیاری را به بار آورد. او کیست؟ از کجا آمد؟ گپ و کلاچه بسیار، گویا خیش فلانی باشد، گویا پشتش فلانی است و باز چند گویاهای دیگر، گپ‌های بافته و بیهوده. اما چه چاره؟ آدمان برای غیبت و لقیدن همیشه بهانه یافته می توانند. به قول کهزاد، گردم از آدمات خدا، ها گردم. اما واقعیت این است که خیرالله اسایف در راغون از بین آب و آتش گذشته آب و تاب یافته است. این گپی بافته نیست، راست و عینی حقیقت است. حتی حجت است. مردم راغون خرد و کلان می دانند. همچون شخص حلیم و خاکسار، صاحبی دانش و فرهنگی بلند شهرت دارد. راهبری سختگیر، کار طلب می کند ولی مغرور و با تکبر نیست. با مردم هم قدم و هم نفس، همدم و قرین، در شادی و غمشان شریک، دستگیر و مددگار. یکی گفت انسانی با عدالت و مراساکار است، نه سیخ را می سوزاند نه کباب را. من او را از سال 1983 می شناسم. درباره او آچر که با نام حسن زندگی نوشته بودم که 1 ینوری سال 1985 در روزنامه کمسمال تاجیکستان، حالا جوانان تاجیکستان، چاپ شده بود. درباره یگان جانثار راغون نوشتنیم گوید؟ بله، با همین نیت آمدم. کاتب کمیته پرتوی ریاست راغون گسترای، اکرام یادگارویچ کامیلوف، به فکر فرو می رود و ناخواست می پرسد: کارتان نازک است؟ هر یک کار به خود نازکی خاصی دارد. خفه نشوید دادر، لیکن من از ژورنالیستان کمک گیله دارم. نخواد؟ خوش چی گیله؟ بی محابات کارگران قطاری قهرمانی نشان می دهند و مهنت آنها سزاواری نه تنها آچرک بلکه پاوست و رامن است. اما در بنیاد راغون سهم راهبران نیز کم نیست. آنها هم از کارگران بیشتر جانبازی می کنند و کم نه. یا به فکرم راضی نیستید؟ گپتان حق است و راست، راضی شدم من. از این جواب من اکرام کامیلوف روح بلند شده سخنش را ادامه داد. دور نرفته همین خیرالله اسایف را مثال می آریم. با معلومات عالی به ساختمان آمد. اول کارگر شده کار کرد، حالا راهبری قطعه می باشد. کماندیر حقیقی استحصالات، تشکیلاتچی خوب، تشبسکار، اگیتاتری آتشین سخن. مصلحت من همین که با همین کس واخورید، هم صحبت شوید. در واقع حالا من نزد او رفتنی با او گپ دارم. اگر خواهش داشته باشید همراه می رویم. چی گفتید؟ چی می گفتم؟ گفتم با خوشحالی، با جان و دل. ماشین 3 گردش را قفا گذاشته به راهی نسبتاً راست برآمد. از روبرو ماشینی دیگری نمودار شد و از ما گذشت و سخت تارماز کرده ایستاد. کنی ایستا، گفت براننده کامیلوف و این اسایف کو گویان از ماشین فرآمد. اگر هر کس مانندی اسایف کار میکرد عالم گلستان میشد. به گپ درآمد راننده. او باز چیزی گفتنی بود ولی آواز کامیلوف به این امکان نداد. با دعوت کامیلوف من هم از ماشین پایین شدم. چی شد اسایف؟ می گفت او به جوانی نوچه سبزینه رو. غالبی مسابقه شدم، گفته دیگر کار نمی کنیمی. این را چی خیل فهمم؟ تصادف؟ یا که دویدن گوساله تا کهدان؟ دانستمان فهمیدم که همین جوان خیرالله اسایف است. چی هم می کردم؟ آخر ما بیناکار نه برککار. مقدار گفته صفت را فراموش کنیم آدمان ما را نمی بخشند. راست به چشمان خیرالله نگریست کاتب.
حالا دیده و دانسته حاصل کار را پست کردم گوی؟ بله تصدیق کرد خیرالله، لیکن این موقتی است. ما مسئولیت خود را می دانیم، اما ما را دیگران پیش پا می زنند، مصالحی پس صفت می دهند. راستی گپ من در تعجب ماندم. چند پیش چنگ تفسیف را به فلک خیزانده بود و حالا باشد زیری تازیانه تنقید می گیرد. هیچ چیز را نمی فهمم. یا تگ کاسه نیم کاسه باشد شاید، ولی بر قاسا از این فکرم دست کشیدم. تگ کاسه یگان نیم کاسه نیست. این بافته من است. آخر آنها را احساس مسئولیت شناسی فرا گرفته است و محض همین احساس به آنها امکانیت آشکارا و تیز و تند سخن راندن می بخشد. حالا بحث و مناظره دو بنیادکار را پیرامون مسئله جدی ساختمان مشاهده می کنیم که آن صفتهای شایانی انسانیشان را بر ما می کشاید. ای خیرالله می گفت کامیلوف، اگر امکان می داشتیم تو را با مصالحی نشان صفتدار تامین می کردیم، ولی هیهات خودت می دانی که این از امکان بیرون است. ما از بحر نشان صفتدار گذشتیم، اقلاً میانه‌اش را دهند. مثلا همین بیتان را گیری، مگر نمی توانند آن را از ریگ و قومی استانداردی تیار کنند؟ می توانند، اما نیدیه چیزی پیش آمد خوش آمد. چقدر بیتان اسراف و وقتی غنیمت از دست می رود. بنابراین من از شما التماس می کنم که این مسئله را با محاکمه مشورتی پرتگام براره. چرا پرتگام؟ آیا دیگر چاره نیست؟ نه، تنها در پرتگام، جدی گفت خیرالله، و با تمامی طلبات پرتیوی. میلش، من راضی، گفت کامیلوف، لیکن مکتب را زودتر ساخته به استفاده دادن لازم. بچه ها انتظارند. میفهمی؟ میفهمم، جواب داد خیرالله. حرکت میکنیم. حرکت نه، کنید. میکنیم. بیشک سخنان خیرالله غرور کسبی، خودنمایی نبود، بلکه جستجوی حلی ثمره بخش به منفعت کار بود. واقعا شناس شوید، این کس مخبر، آوازه کار شما را شنیده آمدند. من نزدیکتر رفته برای واخوری دست دراز کردم. خوش آمدید، با چهره کشاده گفت او و جدی افزود، لیکن ما یگان کار و بار تعریف زیب نداریم که. خاکساری هم به عیبش سخنی او را برید کامیلوف و خواست سوی ماشینش رود. اکرام یادگارویچ، گپ هم هست گفته بودید، از خیالتان برآمد چی؟ یادرس کردم من. اینه بینید، قریب از خاطرم برایت، گفت او و باز به خیرالله رو آورد. خیرالله، تو باید در مجلس فعالان ناحیه سخن برانی، خبر داری؟ خبرم هست اکرام یادگارویچ. همین پگاهی برهان غازی بیکویچ گفته بود، انا به تو منبر چی قدر میخواهی تنقید کن. به قول میدان یافتی اسب تاز. بله، باز به شما گپ نرسد، به فایده کار باشد بگذار رسد. بار اول میکو. کامیلوف عذر پرسیده رفت و میدان به من رسید. از خیرالله پرسیدم کدام شهر از همه زیباست؟ وی فکر نکرده تیز جواب داد، راغون. چرا؟ این را با چشم خود دیدن لازم. در جواب گفت خیرالله، میخواهید به شهر ما شناس شوید؟ البته، نباشد رفتیم. قبل از آن که ماشین جلوی راه گیرد ابراز آرزو کردم. به شما خانه آباد، دلی بیغم و خاطر جمع تمنا دارم. تشکر. راننده خندان نیک باشد. ماشین راه می پیمود و صحبت ما هیچ قیماق نمی بست. ساختمان به من بیشتر داد آنی که من به آن بخشیدم، چون این امکانیت در حیات فقط یک بار میسر می شود. کاری بازی نیست که قدمی نخستین مهنتیت را در چنین ساختمان بزرگ آغاز نمایی. ساختمان برای من نه فقط کار، بلکه مکتب آدمگری که در آن درسی مهر و محبت و دوستی و رفاقت آموختم. تمام. با همین خیرالله لب فرو بست. بعد از تراوت جانبخش حسن طبیعت به شوق آمده زیر لب به زمزمه سرودی عاشقم عاشق بر رویت آغاز کرد. چهره و چشمان راننده خیلی آرام می نمودند. حتی لبخند ناعیان در لب داشت. چون سرود به پایان رسید پرسیدم
به فکرم سوالهای یک رنگ به دلتان زده است. به نزد ما مهمانان بسیار می آیند و در حقیقت همشان از یک چیز پرسان می شوند: چه علاج؟ این ناگزیر است. از این رو من هم از همان سوال آغاز می کنم. از کودکی تا امروز چی؟ حیات. از جوانی؟ خب، جوانی ایامی است پر از اندیشه، جستجو، برار و نابراری ها. کو فردی که در این ایام درباره موقع خود در حیات اندیشه نرانده باشد، در دل تخم محبت کسب و کار نپروریده، به کوچه سربسته فکر و خیال قدم نزده باشد. چون که این دم مستقلانه فکر باید راند. انا در همین ایام در قلب حساس و جوان خیرالله مهر و محبت کسب بیناکاری معوا گرفته بود. برای همین هم از انشاهای همسالانش جمله های ذیل را شنیده حیران می شد. من به آن همسالانم حسرت می برم که در دوره عالی جناب، در دوره‌ای که از هر کس عزم و غیرتی با قهرمانی برابر طلب کرده می شد زندگی کردند. او باز می شنید. من چنین می شمارم که خیلی دیر تولد شدم. کانال کلان حصار را به من ساختند، وخش را به من زرنثار کردند، نارک را به من بنیاد کردند. خیرالله باشد چنین نوشت: در روی زمین کسب نظرناگیری هست که به آن کم اهمیت می دهند، اما محصول این کسب دل همه را شاد می کند. این کسب کسب بنیادکار است. این کسب هیچ وقت کهنه نمی شود، همیشه جوان می ماند. از این رو برای من همیشه کاریافت می شود. معلمی کهنسال خیلی فکر کرد: این چی؟ سفسطه بچگانه یا باوری قطعی به خود؟ معلم باز یک بار دیگر انشا را خوانده برآمد. معلم فکر کرد و اعلا گذاشت. همش درست و دفتر شاگرد را به قطار دفترهای دیگر ماند. ولی روزی دراز هوش و یادش پابند انشا بود. بیگاهی هم هنگام چاینوشی باز انشا را خیالاً از نو خواند و در پس آن خود او را دید. جوانی جدی، با غیرت، آرام و اندیشمند. وی خوشحال گردید. در سیمای او اعتماد و اعتقاد و خاراکتری توانا جلوگر بود. خاراکتر این چیست؟ خاراکتر مفهومی وسیع را دارد. وی با اخلاق، عزم و ثبات در شاهراه آرزو به مقصد رسیدن معین کرده می شود. نهایت روزی شد که خیرالله به مراد رسید. دانشجوی انستیتوت پلی‌تکنیکی تاجیکستان گردید. در بحر بیکنار علمی بنیادکاری شناوری آغاز نمود. آن روز هم فرا رسید که آنها پس در کابینت رکتور با دلهای پرهیجان می ایستادند. یک باره در کشاده شد و جوانی برآمد. چه شد؟ به کجا تقسیم کردند؟ سوال باران کردند وی را رفیقانش. در انستیتوت ماندم. شادی می کرد جوان. درآیید. شنیده شد از درون. تو درا می گفت یکی، نه اول تو درا می گفت دیگری. طاقت خیرالله تاق شده به پیش برآمد، لیکن جوان جنگیلموی درآمد. بختتان خندید. جوانی نغز با تبسم گفت رئیس کمیته تقسیمات: ما شما را بر راغون راه خط می دهیم. شما البته می دانید راغون چیست. انشاءات بزرگ قوه خود را می سنجید، خود را نشان می دهید. تعبی متخصصی جوان یک باره خیره شد و غرغر کرده گفت: نمی توانم معلم. نمی توانی؟ چرا؟ برای چی؟ وی از کیسه کاغذی را برآورده به دست رئیس داد. این چی؟ حیران شد او. سپرافکا، جواب داد جوان. باز چه سپرافکا؟ گپ در آن که معلم، من در شرایط بلندکوه زندگی کرده نمی توانم. فشارم بلند می شود، سرم چرخ می زند. نباشد برآمده ایستید، بعدتر حل می کنیم، گفت رئیس. خیرالله در آمد. احوال چطور؟ بد نه استاد. تو هم سپرافکا داری؟ سپرافکا؟ حیران شد خیرالله. نه، من تنها یک عرض دارم. مرحمت، گفت رئیس و زود از دل گذران. سر شد. ممکن نه. سلامتی. این جوانها. مرا استاد اگر علاجش باشد براغون فرستید.
این خواهش خیرالله همه را در حیرت گذاشت. مد کشید رئیس و اندیشید: عجایب، یکی دو پایش را به یک موزه تکانده کشید هم بر آغون نمی روم میگوید و دیگر التماس میکند که آنجا رود و بر روی خیرالله سینچکارانه نگریست. اصایف، تو خوب فکر کردی یا هم تو؟ نه هم تو نه استاد، قرارم قطعی استاد. باز یگان ماه کار کرده شرایطش بد گفتن نگریزی. گپ پرتافتی که از اعضایان کمیسیا آبروی اینستیتوت را نریزی. نه هرگز استاد، باور کنید این آرزوی دیرینه من است. التماس خواهش مرا رد نکنید. با اصرار خواهش کرد خیرالله. این کاری مشکل نه، اما شما آینده خودتان را فکر کنید. آخر آدم یک بار به دنیا می آید. بله استاد، آدم یک بار به دنیا می آید، بنابر طرزی باید زندگی کند که با آثار خود، با ایجاد خود عصرها در یاد مردم بماند. مگر این سخنهای شما نیستند استاد؟ آها، خاطرت زور کو؟ بله، به هیجان آمد رئیسی کمیسیا. بله، حقیقت همین است. من می خواهم از پس همین حقیقت روم. تیر ماه سال 1978 خیرالله بر آغون آمد. هوا سیرون بود. باد فارم می‌وزید. پرچه های ابری در گذر جا جا روی آسمان را پوشیده بودند و گاه گاه روی آفتاب را از نظر پنهان می‌کردند. سیم سیم باران می‌بارید. خود به خود گفت: این فال نیک است. سردار شعبه کادرها پرسید: یگان کسب دارید؟ کسب؟ آمن با راحت اینستیتوت پلیتکنیکی تاجیکستان آمدم. نخواد. انا حجت هایم. اوهو. چی اوهو؟ قائل کردی کو؟ لیکن جای نداریم. چی؟ چه جای ندارید؟ در همه جا میگویند که کارگر لازم است. بله راست میگویند، کارگر لازم است، ولی جای خالی مهندسی نیست. همه‌اش بند است. خیر چی؟ هیچ چیز نیست. صبر کنید یگان جای خالی شود صدقه سر. برای چی صبر کنم؟ به من وظیفه مهندسی لازم نیست. چی لازم است؟ همچون کارگر قبول کنید. چی؟ کارگر قبول کنیم؟ تو شوخی میکنی؟ نه، چرا شوخی میکردم؟ من کار کردن میخواهم. کوشش میکنم که تیز کار را یاد گیرم. سردار شعبه کادرها شبهه آمیز به او چشم دوخته باز پرسید: گوش کن، شوخی نمی کنی هم؟ چرا شوخی کنم؟ مگر این کار شوخی است؟ می بخشید یا؟ یک نفر آمده بود وظیفه راهبری طلبید. من به او کسبی بیتان ریس پیشنهاد نمودم. قریب بود از کشتلم گرفته به دریای وخش پرتاید. نه، من از آن نفران نه. پس از چند خیرالله زیر آب و عرق مانده طرفی کمبینتی بچگانه که در یک کنار سری پولک ساخته می شد قدم می زد. او در عمرش سری پولک را ندیده بود، ولی از روی شنیدش اینجا دهه‌ای بود. حالا باشد کارزار حقیقی را می ماند. در طرف چپ علیک یک چند خانه های بزیبی 4 آشیانه قامت راست کردند. سر تا سر کارزار پر از تکنیکا، پر از ماشین و اسباب‌های گوناگونی بناکاری. ترانه مهنت، ترقات و روغ با باد فارم کوهی جور شده پهن می‌گردید. اندک دورتر ته کرسی بینای را می‌انداختند. در نزد 2 غرم بیتان کارگران جنب و جل داشتند. وی نزد آنها رفته پرسید که بریگاد رحیموف را چه خیلی یافتن ممکن؟ جوانی قدپست سرخینه رو خیلی به خیرالله ذهن ماند. پس با لبخند به سوال او جواب داد: ای از راه برآمدی جوره. انا کرانی باربردار را میبینی؟ از هم بلنده؟ بله، انا در همانجا رحیموف کمبینتی بچگانه میسازد. آدمی عجایب، زیبی تعریف. اگر چرک نوشتنی باشد بختتان خندید، قهرمانی خوب یافتید. خیرالله با تبسم منتداری کرده سوی کرانی باربرداری روان شد. کرانی باربردار تنها در نظر اول نزدیک می نمود.
به نظرش او خیلی راه رفت، اما همین که پسخمی پسی سر شد و به تیپچه برآمد، میدان اساسی ساختمان انا من گفته روبرویش می ایستاد. ساختمان کامبینات خیرالله را مات و مبهوت ساخت. کارگران بسیاری مشغول کار بودند. کران با خرطومش تخت بیتان را می برداشت. انا این مکتب است و رحیموف را یافته الفبا گیر از دل گذراند خیرالله و با مردی 35-40 ساله قد بلندی کیتوسه نزدیک شد. من رحیموف. مرد از کار سر برداشته طرف خیرالله گشت. چه خدمت بود؟ مرا سردار شعبه کادرها نزد شما فرستاد. جواب داد خیرالله. من دیدید؟ صفیما می افزاید. این آواز جرنگاسی از قفا شنیده شد، ولی فرصتی گشتن نشد. بسیار نقص شد که آمدی، گفت رحیموف. آدم نمی رسد، کار باشد از موی سر بسیار. انشاءات ها همه تعجیلی چون آب و هوا لازم. لیکن چی لیکن؟ رحیموف از نوک پا تا سری اون نگریسته سخنش را ادامه داد. شرایط کارمان بهت وزنین است. علاوه بر این کینا بانیا نداریم، لیکن همینش را هم باید گویم که طلبات نیز بسیار سخت است. ساختمان اکنون شروع شده است. ما باشیم برای کارگران آینده سرپناه می سازیم. دانسته گیر اینجا اولین پسیال که نور آفران می شود. پیانر. این به گفتن آسان. در اینجا 11 بینا، زواد نان، مکتب، کینوتئاتر، آشخانه. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار دهم.